أينما كنا أينما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. ابو هریره رضی الله عنه که عبدالرحمن ابن صخر نام داشت فرمود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، شما داخل بهشت نمی شوید تا با وقتی که ایمان نیارید، یعنی تا با وقتی که اسلام را ظاهرا و باطنا قبول نکنید وارد بهشت شده نمی توانید. به این معنا که بهشت جای کافر و منافق نیست، کسانی که ظاهرا و باطنا از اسلام اعراض کردند یا کسانی که به ظاهر اسلام را قبول کردند و در باطن از اسلام اعراض کردند مانند منافقین، اینها وارد بهشت نمی شوند و بهشت جای آنان نمی باشد. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، و شما مؤمن شده نمی توانید، مؤمن نیستید تا با وقتی که یکدیگر را دوست نداشته باشید. البته اینجا مراد ایمان کامل است. مسلمان ها یکدیگر را دوست دارند، برابر است که از هر قومی بوده باشند، از هر وطنی بوده باشند و از هر جنسی بوده باشند، این نزدشان مهم نیست. آنچه که نزدشان مهم است کلمه اسلام، کلمه شهادت، کلمه توحید، لا اله الا الله محمد رسول الله. این کلمه اینها را به یکدیگر دوست می سازد، اینها را به یکدیگر نزدیک می سازد. اگر مسلمانی در گوشه از دنیا، در شرق است یا غرب است یا جنوب است شمال است، دردی برش می رسد، به خاطر این کلمه همه مسلمان ها آن درد را به خود احساس می کنند. اگر خوشی بر یک مسلمان در گوشه از دنیا می رسد، همه مسلمان ها به خاطر این کلمه اون خوشی را خوشی خود می دانند. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، آیا شما را خبر ندهم یا شما را تعلیم ندهم چیزی را که اگر شما آن را انجام بدهید یا به زبان بیارید تحاببتم، یکدیگر را دوست می دارید، دوستی یکدیگر می شوید. طبعا صحابه کرام همه دوست داشتند چنین اعمال مبارک را بدانند و از رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد بگیرند تا اینکه سبب بیشتری محبت در میانشان بگردد. فرمودند: افشوا السلام بینکم، شما سلام را در میان یکدیگر عام بسازید، آشکار کنید و در هر جا با برادری مسلمانت روبرو میشوی سلام عرض کن. و در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام را از حقوق برادر مسلمان عرض کردند. فرمودن: اذا لقیته فسلم علیه، وقتی که با برادری مسلمانت روبرو شدی سلام عرض کن. و در حدیث دیگری بهترین عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیده شدن، از جمله فرمودن طعام دادن و همچنان و ان تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف، سلام را به هر شخصی از مسلمان که میشناسی یا نمیشناسی برش عرض کنی. این بهترین عمل است. متاسفانه سلام ها در میان مسلمان ها در وقت ما مخصوصی خانواده ها شده، مخصوصی دوسته ها شده، مخصوصی کسانی که میشناسی مخصوصی از آنها شده، در حالی که سلام برای همه مسلمان هاست. هر کسی را که میشناسی یا نمیشناسی این از جمله حقوقشان است و نه منتی است از جانب ما که بالای از آنها بگذاریم، بلکه از جمله حقوق یک برادر مسلمان است که ما برای از آنها عرض میکنیم. و گاهی بعضی ها این حق را میدانند و گاهی هم بعضی ها نمیدانند. و بهترین مسلمان همون مسلمانی است با برادری مسلمانش وقتی که روبرو می شود
از او در سلام، کلمه سلام سبقت می کند. وقتی یک مسلمان السلام علیکم به یک برادری مسلمانش تقدیم میکنه 10 نیکی برش داده میشه و وقتی که السلام علیکم و رحمت الله تا این اندازه را عرض میکنه 20 نیکی برش نوشته میشه. یا کامل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته 30 نیکی برش نوشته میشه. کلمه یک سلام بسیار کلمه زیبا است، کلمه است که خودش به ظاهر بسیار کلمه زیبا و در بطن خود، در متن خود معانی بسیار زیبا را جا داده است. اگر ما از حقیقت این معانی درست آگاهی پیدا کنیم و این معانی را درست درک بکنیم، باور من این است که مسلمان ها دیگر در میان خودشان مشکلات نمی داشته باشند. بغض و کینه و کدورت را برای همیشه ترک می کنند، دشمنی ها را همچنان. چون وقتی که ما بر یک مسلمان میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، آنچه که در قلبمان است آن را برای برادری مسلمانمان به زبانمان آشکار میکنیم، اظهار میکنیم. معناش این است که ای برادری مسلمان، قلب من، دل من، درون من بسیار ذات صاف است، سالم است. از چی؟ از کینه، از کدورت، از بغض، از حسد، از دشمنی، از اخلاق ذمیمه، از نیت فاسد، از تعدی بالای تو، از همه از اینها پاک است. بلکه عکس، من تو را بسیار زیاد عزیز میدانم، تو را بسیار احترام دارم، تو نزد من بسیار محترم هستی. جانب مقابل وقتی که حقیقتی از را درک کند، سلام را ارزش بدهد، همچنان برای برادر مسلمان خود خوبترین تحفه را عرض میکنه. و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر مسلمانم، همچنان متقابل من هم برای تو احترام دارم، تو را عزیز میشمارم، در دل نسبت به تو هیجنه و کینه و کدورت و بغض و عداوت و دشمنی ندارم. اگر این سلام را مسلمان ها در میان خود، در مجتمعات خود عام بسازن و مفهوم درست سلام را درک کنن، به زودترین فرصت دشمنی ها، کدورت ها، بغض ها، حسد ها، نفرین ها از میان برچیده می شود و مسلمان ها در میان یکدیگر مانند صحابه کرام که در وصفشان قرآن کریم ذکر میکنه محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم، در مقابل کافر دشمنشان سرسخت میشوند و اما در میان خود بسیار زیاد مهربان میشوند، ترحم و عطوفت می داشته باشند. متاسفانه ما مفهوم سلام را درست ندانستیم و مفهوم کلمه شهادت را درست ندانستیم. با مو خاطر در میان ما مسلمان ها کینه ها زیاد شده، بغض ها زیاد شده، نفرین ها زیاد شده، دشمنی ها زیاد شده و حتی سلام هم عرض میکنیم مفهوم سلام نمیدانیم. با سلامی که به زبان میگیم ولی قلب ما مانند منافقین واره مخالف آنچه که زبان ما عرض میکنه مانند مخالفی از او است. پس مفهوم زیبای این کلمه سلام را درست عرض کنیم، درست بدانیم و درست برای برادر مسلمان ما عرض کنیم و محبتی از او را در قلب خود جاگزین بسازیم و همچنان متقابل محبتی خود در قلب از او جاگزین بسازیم و به این وسیله می توانیم یک خیر بزرگی را در میان مجتمعات جاگزین بکنیم. الله تعالی ما را از جمله بندگان سالم قرار بدهد، قلب ما سالم بوده باشه، بدن ما سالم بوده باشه، ما در دنیا به سلامتی زندگی بکنیم، به صحت و عافیت زندگی بکنیم و این زندگی همه از صحت و سلامت از جانب پروردگار است
و همچنان الله تعالی ما را در آخرت از زمره بندگان بگرداند که در دار السلام زندگی بکنیم، دار امن از عذاب سخت و از دوزخ و از گرمی دوزخ، امن از حرفهای زشت و بیهوده، امن از اخلاق ذمیمه، امن از نیتهای فاسد، و ما را از جمله بندگانی قرار بدهد که روز قیامت الله تعالی بر ما کلمه سلام عرض بکند، سلام قولا من رب الرحیم، و همچنان کلمه سلام در میان بندگان مؤمن و مخلصی اهل بهشت عرض بکنیم، از جمله بندگان بگرداند تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم علی نبینا محمد والحمد لله رب العالمین.